هیچ چیزی معصوم‌تر از بچه‌ها نیست. همه ما وقتی کودکی رو می‌بینیم ناخواسته از کارهاشون لذت می‌بریم. اما اگر یک شخصی این کودکان معصوم رو شکنجه بده و اونا رو بخوره چه حسی دارید؟ سزای همچین آدمی چیه؟ سلام بچه، من ماریکو هستم. به ویدیوی من که راجع به یک قاتل زنجیری هست خوش اومدید. بریم
تو ویدیوی بعدی میبینمتون برای بچ. فعلا خدا نگهدار.